خوش آمدین به لوکس ترین زرگری گلبار سنتر و کابل. نقیب جان میشه درباره دیزاینش بر ما بگویید؟ این طلایش قطری است، 21 از کمپانی رولوکس است، 61.5 گرم است. قیمتش میاد 4,61,200. و دوستای قسمت دستبندهای خطرناکی بله. برش گفته میتونیم که دیزاین مار را داره، یکی شیر داره، یکی شیر است و یکی شم مار است. کسایی که میخواین بترسانن میتونن از استفاده کنن. این دیگه از جمله انگشترهای زنی مرکوش از تمام دست آدم میگیره. و این پلنگ است یا شیر؟ شیر است. شیر است. بله. نسبتا وزنش قدر زیاد گرنگ نیست که دزایرش معلوم میشه. بله، اینم طلایش قطری ساخت ایتالیا است. یعنی کمپانی‌های بسیار بالا ساخته شده. نه اومده تمامش. نه اومده، ساخت ایتالیا است. طلایش 21 است، قطری است. بسیار خوب. دوستا میبینین این دستبندش هست، گوشواریش هست و یا سیتش هست. جمله 99 گرم 300 میلی وزنش. 99 گرم و 300 میلی. 300 میلی. نقیب جان وزن ازی چقدر است؟ وزن ازی 77 گرم 120 میلی میشه و قیمت امروز بسیار خوب. طلایش قطری 21 ساخت ایتالیا است، 5,86,000 میشه به دلار. یک چیز که کاملا متفاوت، بسیار زیبا و مقبول و پرکار دیگه. بسیار زیباست. وزن ازی چقدر است؟ وزن ازی 229 گرم است، طلایش قطری 21 ساخت ایتالیا. عرض سلام و درود خدمت تمامی شما بینندای عزیز و نازنین پنجره افغانستان. خوش آمدین به لوکس ترین زرگری گلبار سنتر و کابل. امروز هم در برنامه در خدمتتان هستم و قرار است که از دیزاین‌های جدید و لوکس و مقبول، البته دیزاین‌هایی که فقط در زرگری طاهری میتونین پیداش کنین، براتون معرفی می داشته باشیم. همچنان قیمت ترین سیتم قرار است که براتون بگیم که تا چند قیمت داره در اینجا. شما لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. بیننده برنامه باشین و ما را همراهی. وطندارای خوب مهربان و قسمی که براتون گفتم، امروز هم آمدیم تا از نرخ و نوای طلا و همچنان دیزاین‌های بسیار زیاد لوکس و مقبول براتون برنامه داشته باشیم. البته یکی از مشهورترین زرگری‌های گلبار سنتر که زرگری طاهری است و همیشه شما شاهد بودین که بهترینا را به شما ارائه آماده ساختن. امروز هم با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدید. تشکر. به نام خداوند یکتا و مهربان یک سلام تقدیم میکنم به هموطنان عزیز که در داخل افغانستان هستند و چی در بیرون هستند. سلام خود تقدیم میکنم. خوش آمدید به زرگری طاهری. بسیار زیاد تشکر. از شما یک معرفی هم از خودتان داشته باشین بر بیننده. نقیب الله نجیب هستم، مسئول زرگری طاهری. بسیار خوشحال شدیم نقیب الله جان. چطور است بازارا؟ بازارا فعلا خوب است، نرمال است، اما کم پایین میشه کم بالا میشه. طلا بالات خود روان است. بسیار خوب. قیمت ها نسبتا بالا رفته یا پایین شده؟ قیمت ها یک 5 روز پیش پایین تر بود، باز یک کم بلندتر شده، یعنی فیصدی شاید زیادتر بلند باز طلا بره. بسیار خوب. یعنی از یام که دیگه پیش بینی میشه که بالاتر؟ بله بلند. بسیار خوب. امروز چند است سیار 21 ساخت کویتی، ساخت دبی 7200 است، ساخت ترکیه 7500 است، ساخت ایتالیا 7700 است. بسیار خوب. و عیار 18 چند است؟ عیار 18 5900 است. 5900. بسیار عالی. چطور است باز نرخ طلا که پایین و بالا میشه برای شما بیشتر فایدهش در کدام است؟ پایین بالا که میشه او نرخ جهانی است. باز ما که از نرخ جهانی هر روز که پایین شد پایین میفروشیم، بالاش بالا، چون از ما آن فکس است. طلای ما را در روز فکس میکنیم، بر ما کدام فرق نداره. بسیار عالی. و در این سالهای اخیر دیگه نسبت به سالهای قبل بسیار بالا رفته طلا. بله یعنی 50% بالا رفته نظر به 5 سال.
فروشات باز چطور است؟ فروش زیاد دارین یا خرید؟ تبادله هم است، خرید هم است، اردیش هم است دیگه. بسیار عالی، بسیار عالی. یک موضوعی که زیاد هموطنان ما پرسان کرده بودن، میخوایم سوالاتشان حل کنیم، در برنامه قبلی پرسان کرده بودن، بخش سفارشات و ارسال شما به خارج است. میشه که معلومات بدین که زرگری تایری ارسال به خارج هم داره و اگر داره چگونه است؟ بله، ما در اصل انصاری از ترکیه هستیم. 50% جنسا باز ترکیه دکان ما است در زیتون برنو کابل استار. باز از اونجا میتونیم سفارش اونجا بگیریم، از اینجا بگیریم، اونجا در دکان جور میشه، تیار میشه، باز انتقالش در کشور اروپایی که خواستن ما انتقالش میکنیم، باز مصارفش برشان میاد، مالیاتش. بسیار عالی. باز اگر از خود افغانستان بخواین مثلا به کشورهای همسایه او قسمتتون میشه؟ به کدام کشورها؟ مثلا کشورهای همسایه ما تاجیکستان، ازبکستان. اینجا راه حلش باشه، کارگوش باشه، هیچ مشکل نیست، ما ارسال میکنیم. و هزینه چقدر میسهشون؟ فقط هم قیمت طلا حساب میشه یا هزینه راه و گپا میشه؟ بله، راه و کارگوش مصارفش میبرشه. بسیار خوب. و چند روز در بر میگیره تا که برشون برسه؟ ما که سفارش بگیریم حداقل 2 هفته در ترکیه وقت باید بگیریم. ارسالش هم 2 روز یا 3 روز ارسال میشه. بسیار عالی. کارخانه اصلیتون در ترکیه است؟ بله، کارخانه ترکیه است. بسیار خوب، بسیار زیبا. و دوستان عزیز فراموش نشه که جنسایی که در زرگری تایری است تمامش ایتالیایی و ترکی است. ایتالیایی ترکی است. بله. بسیار خوب. بخی دیگه متفاوت است. دیزاینایی که در اینجا زده دیزاینایی که پیش ما است دیگه جای نیست. بسیار خوب. در این قسمت عزیزا می‌بینیم بسیار دستبندهای مقبول است و در این برنامه قرار است که ما براتون دیگه دستبند، انگشتر و سیت‌های بسیار مقبول و قیمتی را معرفی کنیم که می‌خوایم پاندی ماسته دستبند شروع کنیم. به به، بسیار مقبول. این هم دستبند رولکس است. این جدید رسیده. نه خدا وزنشون هم زیاد است. بله، وزنشون. اینا تمام عیار 21 هستن؟ عیار 21 است. طلاش قطری است. زیادتر مشتریای ما تقاضا از جنسات بیشتر دارن، زیادتر پاندی خوش میکنن. ما باز سفارش میتیم میاریم. دوستان عزیز، شما بیننده باشید، ان شاءالله درباره قیمت‌های از اینا به دلار افغانی صحبت میکنیم. مرحبا. خب دوستای عزیز، درباره دستبندا و کره براتون معرفی میکنیم که نام خدا در ویترین خب بسیار زیاد است، ولی اما خاصش برمون عقیب جان روی میز آوردن که دربارهشون صحبت کنیم. اینمی کرایی که بیشتر دربارهشون صحبت کنیم. قیمت از چند است عقیب جان؟ میشه درباره دیزاینش برام بگویید؟ این طلاش قطری است، 21 از کمپانی رولکس است، 61.5 گرم است. قیمتش میاد 4,61,200. 4,61,200. و به دلار چند میشه؟ به دلار به نرخ امروز میشه 6,730 دلار. بسیار زیبا، 6,730 دلار. و یا یک کرگه که بسیار مقبول است، بسیار دیزاین مقبول داره. دختر خانم ها بیشتر دیگه انتخاب میکنن. بله، دختر خانم ها این کرا را زیادتر خوش میکنن. این هم قیمتش 3,400 دلار میشه. 3,400 دلار. افغانی باز چند میشه؟ به افغانی 2,32,500. بسیار عالی. اینا ساخت ترکیه هستن؟ اینا هم ساخت ترکیه است. واقعا دوستان ببینید معلوم میشه ظرافت کار بسیار مقبول و زیبا کار شده. و یا هم دستبندهای پاوری. بله، دستبندهای پاوری است. بسیار خوب. قیمت از اینا چند است؟ 4,20,000 میشه. و به دلار؟ به دلار 6,130 دلار. 6,130 دلار. تقریبا دیگه 3 دونه قیمتاشون کم تفاوت داشت. بله، کم تفاوت داره. صرف همیش تفاوت داره. نیم قیمت اینا را داره. بسیار خوب. دستبندهای دیگه که روی میز هستن، بله، درباره از یا بر ما بگویید. اینا فکر کنم تمامش برند هستن. اینا هم برندهای ورساچی از برند کارتیر است. بسیار عالی. برند وان کلیفت است. این دستبندا را زیاد دختر خانم‌ها خوش میکنن، ذوق با ذوق خود. چیزای ظریف است. ظریف است واقعا.
چیزایی است که دیگه در این وقتا بسیار مود شده. قیمتاش 95,000 میه، به دلار 400 دلار میشه. 400 دلار. تمامش یک قیمت است یا فرق میکنه نظر به قیمتاش وزنش؟ می بالای 95 پایین 90 این قسم است. بسیار عالی، بسیار عالی. اینا اما قیمت ها هستن یا شاید فرق کنه دیگه؟ اینا فرق میکنه. اینا در قیمتاش 1600 دلار 700 دلار میه. بسیار عالی. و این رنگ که در اینا کار شده ای فیروزه است یا فقط رنگ است؟ اینا رنگ های میناست، یک نوع مواد است، رنگ است، وزن نداره. میشه که ما بتین که به دوستان نشان بده؟ دوستا ببینیم رنگ فیروزه است اما رنگ است. خود فیروزه نیست مواد دیگه. مینا یاد میشه. 1 گرمش در 1 کیلو جنس کار میشه. بسیار هیچ معلوم نمیکنه که وزن داره. یعنی این حساب نمیشه دیگه نمیشه در قیمتش. بسیار خوب. ایران زیادتر خوش میکنم به خاطر که نگیندار مشتری ها سابقه گرفتن ضرر کردن از نگین. باز حال کارخانه کسر میشه. بله کسر میشه. سابقه اونو گرفتن میارن حال پیش ما ضرر میکنن. ایران اونو کمپانی های بهترین ماشینالاتا را آوردن، این جنس ها را میسازن، مشتری ضرر نمیکنه. واقعا عالی است. باز هر رنگ که بخواین میباشه یا فقط بر رنگ شما مشتری بخواید جور میشه. بسیار عالی. فقط در دستبند از این رنگ استفاده میشه یا در سیت و بر تنوعی که بخواید استفاده میشه، در چله استفاده میشه، در سیت میشه، در هر چی که بخواید. بله در حلقه میشه. بسیار عالی. و یک موضوع دیگه که نظر به اینکه کارخانه‌تان در ترکیه است و ارسال هم به خارج از کشور دارید، هموطنای ما اگه بر شما عکس ارسال کنن و یک دیزاین کاملا جدید باشه میتونین اینو رو بسازیم یا خیر؟ بله هر دیزاینی که باشه از ترکیه هم میشه، از دبی هم برشون میسازیم. هر دیزاینی که بخواین برشون امکاناتش هست. تا حالا 50 تا ما سفارش گرفتیم روان کردیم به طرف در اروپا و امریکا و ایران و همینجا روان کردیم سفارش کردیم. بسیار عالی، بسیار عالی. و دوستای قسمت دستبندهای خطرناکی که برش گفته میتونیم که دیزاین مار را داره، یکی شیر داره، یکی شیر است، یکی شم مار است. کسایی که میخواین بترسونن میتونن استفاده کنن. اینا ساخته ایتالیا است باز. بسیار عالی. بله از کمپانی های ایتالیا است، بسیار ساختش هم بالاست. قیمتاش هم بسیار خوب. به دلار 2450 دلار میشه. 2450 دلار. این نگینای از اینا زمرد است یا نگین عادی است؟ نگینای عادی است، زرکان است. بسیار خوب. باز اگه دوست داشته باشن از سنگای قیمتی هم میشه ازش استفاده کنیم. استفاده میشه، برداشته میشه. زمرد پنشیر هم میتونیم استفاده کنیم. بسیار عالی، بسیار زیبا. دوستان میبینین واقعا تنوع در این دکان زیاد است دیگه. هر جنس را که میبینیم درش تنوع وجود داره. بسیار عالی. و در این قسمت بس دستبندهای دیگه هم است که میشه یکیشون را بکشین که بر دوستا معلومات بدیم که بسیار خوش آمد. عزیزان ببینن این یک تاش برند ورساچی است، یک تاش دیگه هم برند ورساچی است. دیگه اینی دستبندهای پاوندی داریم. بسیار خوب. اینا دیگه فکر کنم نامود شدن. بله اینا زیاد دختر خانم‌ها خوش میکنن. اینا سفارش میتن باز ما میاریم. ماشاءالله دستبندهایتون وزنش هم زیاد است. این هم 36 گرم است. 36 گرم. اینا تقریبا وزنش 30 گرم، 35 گرم، 36 گرم است. این هم پاوندی است. دستبندهای پاوندی که پاوند عثمانی است. تمام اینا دیگه عیار 21 هستن. اینا تمامش عیار 21 طلاش قطری است. بسیار زیبا. یک موضوعی که در بین مردم است که درباره طلا اختلاف دارن. مثلا وقتی یاد از این میشه که طلای قطری یا طلای دبی گپا میگن تفاوت خود داره. آیا این راست است که طلا مثلا کیفیتش فرق میکنه نظر به کشور؟ طلاش فرق نمیکنه. پروسه طلاش فرق میکنه با ترکیه. دبی که از مسبار میگن، طلا خشتش است، پروسس به 21 میشه. دبی مسبار میکنه. ترکیه که است باز نقره‌بار است. صاف میاد طلاش، یعنی تو سیاه کننده نیست. مرور به زمان دبی که است خود فکر میکنه رنگش، ترکی نمیکنه. یعنی دلیل است مشتری باز نمیفهمه، میرم و ارزان میگیره. مثلا 200 دبی ارزان است میگه، ام دبی را خوش میکنه میگیره، میگه چرا می ارزان نگیره. اما عاقبت آیندهش با مو رنگش و ظرافتش پایین است میره.
طلاش یک چیز است، هیچ مشکل نداره طلاش. باز ترکی می ظرافت داره که نقره بار است، خیلی بلند ساخت میشه. این نقره و مس که گفتین استفاده میشه به خاطر چی است؟ او طلا خشتش 24 است. پروسس به 21 میشه، چین به 21 میشه. یک فلز باید گچ یا عیارش پایین بیاد. وقت بسیار نرم میباشه. بله. دبی که از مسبار میکنه، باز ترکیه نقره بار میکنه. به خاطر ظرافت ترکیه بالاست. باز ماشینالاتایش هم بالاست. ظرافت و کارگراش بسیار با مو دلیل است که باز فرق می داشته باشه. در قیمتش هم فرق بله، قیمتش هم خیر ببینیم. بسیار خوب. این موضوعات بعضا هموطنای ما نمیفهمن، توجه نمیکنن. این دلیل هستن. وقتی که در یک دکان برن یک قیمت باشه و در دیگهش برن دیگه قیمت با صداشون میبرن. چرا ترکی در این نرخ است، چرا دبی در این نرخ است. باز ما بعضا خیلی یعنی 70% مشتریای ما باز قناعت میکنن، واقعا هم تو است استفاده کردن. میان یا دبی را گرفتم میارن پیش ما، این تو میندازن میگن این را گرفتیم این رقم شد. و باز ما میگیم که دلیلش اینمی است. او وقتی که رنگش بکشه باز در قیمتش هم تفاوت میاد دیگه یا نه؟ نه طلایش هنوز در روز نرخ میفروشه دیگه، صرف اجرت فیصدی ضرر از اجرت میکنن. طلایش در نرخ روز میفروشه. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستای عزیزی هم از کلکسیون از دستبندهای برند بود که براتون معرفی کردیم تمامش. ان شاء الله درباره انگشترها و سیتام صحبت میکنیم. شما بیننده برنامه باشید. دوستای عزیزم در قسمت میخوایم که براتون درباره انگشترها صحبت کنیم. البته از بزرگترین انگشتر گرفته تا کوچکترین انگشترهایی که در زرگری دایری است قیمتایشان میپرسیم و همچنان دیزاینایشان کجایی است و فکر کنم قیمتترین انگشتر تا همین است. بله 36 گرم وزن داره، طلایش قطری 21 است. بسیار زیبا دوستا. این دیگه از جمله انگشترهای زنی مرکوش از تمام دست آدم میگیره. میبینین دیگه عزیزا بسیار مقبول. قیمت از چند است؟ قیمت از او 2,63,000 میشه. 2,63,000. با دلار چند میشه؟ 3,840 دلار. 3,840 دلار. این انگشترهایی که مثلا زیاد پرکار میباشه را هموطنای ما که در خارج هستن اونا هم انتخاب میکنن یا فقط کسایی که اینجا هستن انتخاب میکنن؟ اینجا هم خوش میکنن کسایی که در خارج هستن، اونا سفارش هم میتن، خوش هم میکنن. بسیار عالی. بله. سلیقه هر کس دیگه نظر به سلیقه‌ش و ذوقش از هر دیزاین که خوش آمد میخرن. بسیار زیبا، بسیار عالی. 3,840 دلار. 840 دلار. بسیار خوب. و این هم از انگشتر باشه یا قاب که زیاد دیگه در زرگری ها زیاد شده عزیزا، هم سایزهای مختلفش، ولی دیزاینش فرق داره نسبت به دیگه‌ایش که ما دیدیم. بله این دیزاین جدیدش است. ساخت جدیدش است، بسیار با ظرافت بالا ساخت کرده. اینا ساخت ترکیه هستن؟ نه اینا ساختای دبی است. ساخت دبی است. بله. بسیار زیبا. دوستان می‌بینید بسیار یک جلایش مقبول و زیبا داره. چقدر است وزنش؟ وزن 10 گرم است. 77,700 میشه. 77,000 و 1130 دلار. 1130 دلار. بسیار زیبا و بسیار عالی. و همچنان این از همون انگشتر اولی را خردترش است دیگه. فکر کنم این 13 گرم است. 95,000 میشد با دلار باز 1385 دلار. 1385 دلار. 95,000 افغانی عزیزا. شمایی که برنامه رو میبینین و خوشتان آمده قیمتاشون براتون گفتیم دیگه، انشالله میتونین که مراجعه کنین. و این پلنگ است یا شیر؟ شیر است. شیر است بله. نسبتاً وزنش قدر زیاد گرنگ نیست که دزایرش معلوم میشه. بله اینام طلایش قطری ساخت ایتالیا است. یعنی کمپانی‌های بسیار بالا ساخته شده. ماشین‌آلات‌های بسیار بالاست، به خاطر کم وزن ساخته. اگر دبی بسازد دو قدر
دو برابر عزیز. دو برابری وزنش میشه. واقعا کسایی که دوست دارن متفاوت بپوشن دیگه باز میتونن از این استفاده کنن. قیمت از این چند است نقیب جان؟ خوش. قیمت از 13 گرم. 13 گرم است. 99,000 میشه. به دلار هم 1440 دلار. 1440 دلار. و این هم کلانش است. این هم کلانش به است. او کلانتر است که است. 17 گرم است. قیمتش 130,000 میشه. 130,000 به افغانی. دلار میشه 890 دلار. 890 دلار و 130,000 افغانی. دوستان من قیمت ها رو براتون تکرار میکنم چون که اکثریت در برنامه باز میگین که قیمت ها رو نگفتین و این هم از ما انگشتر باشه کلانترش است که 15 گرم است. بله این هم کلانترش است. 15 گرم وزنش 15 است. گرم است. قیمتش چند است؟ 110,000 میشه. به دلار هم 1600 دلار. 1600 دلار و 110,000 افغانی. نقیب جان عزیز بر ما هموطنای ما یگان انگشترکای متوسط‌تر، خردتر و سبکتر نشان بدین که این انگشترهای ماست از 2.5 گرم شروع است بسیار عالی تا 5 گرم 6 گرم اما است. آخرینش از 2.5 شروع میشه دیگه در دکان شما. آخرینش 2 گرم هم داریم. 1.5 گرم هم داریم. باز این هم ساختای ایتالیا است. تازه رسیده جنس های ما. این نام ترکیه است. اینا ساختای ترکیه است. دوستان میبینین اما جلایشش ما مطمئن هستم که از فاصله که با کمره داره معلوم میشه. بسیار مقبول و زیبا. تو نشه که دوستای انگشترهای کلان دیدن ورخطاشان بگن بر ما انگشتر نیست ولی از 1.5 گرم 2 گرم تا 2.5 گرم انگشترها هم دارن که هر کدامش دیگه دیزاین مختلف و زیبا داره. این ساخت ایتالیا است دیگه. ماشینالاتا تفاوت داره. این ساخت ترکیه است. فعلا بلندترین ساخت در ساخت ساز اول ایتالیا است، دوم ترکیه است. بسیار عالی. دبی اینجا باز سوم هستن سوم چهارم قرار داره. بسیار خوب. این دوستا از این انگشتراست که شما میتونید ببینید. بسیار هم تو سادگک، ظریف، مقبول. این هم از اون دستبندایی که رنگ مینا کار شده بود. یه مینی انگشترایش است. در رنگای میناتری کار شده مثل فیروزه. دوستای نمیبینین رنگ که سبک است وزن نداره. هیچ وزن نداره. این رنگا به جای نگین کسی که از دور ببینه میگه نگین است. نگین است بله. بخصوص رنگ فیروزه ایش خب بخیر مثل فیروزه معلوم میشه. قیمت های از یا باز چطور است؟ قیمت های اینا هم هست دیگه. 5 گرم است. قیمتش 37,500 30,000 دمی قیمت ها در بینش است. بسیار عالی. 550 دلار میشه. بسیار عالی بسیار عالی. عزیزای دل بیننده باشین ان شاء الله صحبت های ما ادامه داره.
خب دوستای عزیز، انگشترها رو براتون معرفی کردیم. البته در این قسمت یک رسته مکمل چله هست، چله های بسیار مقبول، دیزاین های متفاوت و مختلف. و میخوایم اول درباره چله های نگیندار بر ما معلومات بتین نقیب جان، که بعض از دوستای ما که هستن در وقت خرید طلا انگشترهایی که نگین داشته باشه یا چله که نگین داشته باشه یکمه که دل میزنن، که میگن مثلا قیمتش تا و بالا میشه. اینا چطور است قیمتایشان؟ اینا قیمتاش باز نظر به نگینش محاسبهش ارزانتر محاسبه میشه. ارزانتر میشه. بله. کسر نمیشه نگینش. کسر نمیشه. بسیار خوب. دوستا میبینیم بسیار مقبول. گرچه طلا خودش زیبایی خود داره، باز امرای نگین که باشه بیشتر میشه زیباییش. مقبول میشه، ظرافتش بالا میشه. بسیار خوب. اینا قیمتاشون چند است؟ از چند تا چند است؟ قیمتاشون رو بدستان که استفاده کنیم قیمتش میگه 50,000، به دلار میشه 727 دلار. امین. بله. 727 دلار و به افغانی دوستان 50,000 افغانی. بسیار زیبا و مقبول. این دیگه مثل چله و پشچله‌ای هم پوشیده میشه، میتونن استفادهش کنن. پشچله‌ای و لمچله‌ایش هست. بسیار مقبول. و این انگشترهای دیگه؟ اینا ساختش متفاوت از ایناست. بله. چله ساده کار شده و دمچلهش هم شبنمی کار شده. این شبنمی میگن؟ بله. بسیار زیبا. اون نگین طلاست دیگه. نگین طلا. بله. بسیار زیادتر مقبول. نگین خوش نمیکنن. باید نگینش طلا باشه، باز ما طلا هم جور میکنیم. بسیار زیبا. قیمت از این چند است؟ خوش. قیمت از این هم به نرخ امروز 40,500 میشه، به دلار هم 592 دلار. 592 دلار. بسیار عالی. دوستایی هم از چله و انگشترهایی که نگیندار هستن، نگین طلا و نگین های عادی دارن که شما عزیزایی که تقاضا کرده بودین، یا از اینا و قیمتاشون براتون گفتن. همچنان در این قسمت دیزاین های مختلف چله است که چله های زنان هم است، مردان هم است، برند هم است و دیزاین های بسیار زیاد چله های هم جدید رسیده. اینا دیگه کاغذ پیچ هستن. بله. بسیار زیبا. اینیش میبینین عزیزا، دیزاین های برگ مانند داره، یک چیز متفاوت و خاص. بسیار مقبول است. این چله های هم درباره قیمتاش صحبت میکنیم. ماشاءالله مختلف داره. اینا برند هستن. برند است. برند ورساچی است. دیگراش گل کار شده و دیزاین های مختلف است. بسیار خوب. نقیب جان عزیز، در رنگ از اینا یکم تفاوت دیده میشه و بعضی طلا هم هستن که رنگشون کاملا سرخ میباشه. میشه درباره این بر ما بگی که آیا اونا اصلی نیستن یا یک کدام موضوع از در بین؟ اونا رنگای طبیعی طلا خودش کار شده، به خاطر که یک نوع مواد است زرد. رودی هم زرد میگن. اگر از او کار شده باشه او نره، باز در جلد ضرر میکنه، چون یگان وقت متوجه شده باشین دستای تو سفید میشه به طلا. شاید شما متوجه شده باشین یا دیگران. او سرطان زاست. به خاطر ترکیه همین مواد کار نمیکنه. مواد طبیعی را کار میکنه. در آینده مو جنس های ترکی که از رنگ روزگل ده میگیره به خود کدام فرق نمیکنه. یعنی اون رنگ که است رنگ اصلی طلا است؟ بله بله، رنگ اصلیش است. اینجا ما چله‌اش ساختیم به رنگ روزگل. یعنی رنگ روزگل است. رنگ اصلی طلا همین میباشه، زرد خو نمیباشه. طلا طلایی است دیگه. طلایی است. بله. و یک باور اشتباه است بین مردم جامعه ما که فکر میکنن طلا حتما باید زرد باشه. بله زرد باشه. اونو زرد که است همونا رنگ روزگل ده میگیره. باز هر کدامش نظر به ساختارش که در کجا ساخت شده، یا در دبی یا در ترکیه. با خاطر آهسته آهسته رنگش کم کم باز تغییر میکنه. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستایی هم از چلا بود که براتون معرفی کردیم. شما ایزا بیننده باشید درباره سیتام صحبت. مهربانم رسیدیم به قسمت معرفی سیتا که البته سیتایی که در این قسمت میبینین تمامش تازه وارد کردن. دیزاین های جدید و مقبول است و در بین اینا قیمت ترین سیت هم است که بیننده باشین درباره‌اش صحبت میکنیم.
نقیب جان میخوایم از نمی سیت شروع کنیم درباره از بر ما معلومات بتین و فکر کنیم هم انگشتر و گوشوارش است. بله. بسیار خوب. وزنش میاد بسیار زیبا. بدون انگشترش 60 گرم و 730 میلی میشه. امروز سیت بله. 60 گرم. قیمتش چند میشه؟ با نرخ امروز 4,50,000 میشه. 4,50,000 دوستان میبینیم. یک گلوبند 6,560 دلار میشه. 6,560 دلار. به افغانی چند گفتیم؟ به افغانی 4,50,000. 4,50,000 و 6,560 دلار دوستان. بسیار یک دیزاینک کلاسیک و مقبول که گلوبند میتونین استفادهش کنین همراه گوشوارایش یک جای که ایام گوشوارایش است. بسیار مقبول و زیبا. بسیار خوب. اینا هم دیزاین های ترکی هستن؟ بله اینا هم ترکی است. بسیار عالی. اینا رو طرف میمونیم. این طرف سیت بعدی که البته دیگه سیت مورایی است. این دیزاین ها نو آمده تمامش؟ نو آمده، ساخت ایتالیا است. طلاش 21 است، قطری است. بسیار خوب. دوستان میبینین این دستبندش است، گوشواریش است و یا سیتش است. جمله 99 گرم 300 میلی وزنش. 99 گرم و 300 میلی. 300 میلی. طلای قطری 21 ساخت ایتالیا. اجزا بسیار یک چیز متفاوت است. شما میتونید ببینید که این قسم سیتا قدر استفاده نشده در کشور ما. بله. زیاد دوستا بسیار جنسای جدید است. 7,55,000 میشه. ماشاءالله. 7,55,000 و به دلار؟ به دلار میشه 11,020 دلار. 11,020 دلار دوستان. یا سیتی که براتون معرفیش کردیم 11,020 دلار. درباره سیتای دیگه هم صحبت میکنیم. نقیب جان این سیت هم تقریبا مثل سیت قبلی مشابه است. تمام سیتایی که شما میارین دیگه تمامش با دستبند میباشه؟ بله. این 3 پیس میباشه، انگشترش هم از 4 پیس میشه. 4 پیس میشه. بسیار خوب. خود سیتش هم دوستا 48 گرم است و همچنان دستبندش 8 گرم و گوشوارش هم 9 گرم میباشه که تقریبا اونمون دیزاینه که قبلا براتون معرفی کردیم مشابه به ما است با اندک تفاوت و اجزای دیزاینای مورایی که است بسیار هم تو یک جلایش مقبول داره نسبت به دیگه دیزاین‌ها. بسیار با ماشین‌آلات‌های بالا ساخته شده. ساخت ایتالیا دیگه بلندترین ساخت است. بسیار خوب. این 66 گرم میشه و قیمت امروز 5,03,000 میشه. 5,03,000 افغانی. به دلار 7,340 دلار. 7,340 دلار و 5,03,000. 5,03,000 افغانی. دوستا البته نرخایی که براتون میگیم نرخ امروز است و احتمالش میره که تا یک ساعت بعد این نرخ‌ها تغییر کنه تا یک روز بعد 2 روز بعد که خدای نخواسته با سوء تفاهم براتون پیش نشه. این هم از این سیت که براتون معرفی کردیم و اینجا یک کارک بسیار خاص است که پاوری است. بله پاوری است. یه سفارش مشتری ما بود که فعلا رسیده برشون تسلیم میکنیم. اجازه خواست؟ اجازه است. که یک بار به دوستانشان بدم. این سفارش از کدام کشور گرفتیم؟ این از امریکا بود. از امریکا. سفارش امریکا بود از مشتری ما. بسیار زیبا. از طریق اینستاگرام برام سفارش داده بود. دوستان میبینین شما از جای خارج از کشور هستین هر چیزی که بخواین میتونین که سفارش بدین با مو ظرافت و زیباییش اینا آمادهش میکنن. یک چیز خاص و متفاوت بسیار مقبول. چقدر است وزنش؟ این وزنش 95 گرم است. 7,12,500 میشه قیمتش. بسیار عالی. 7 لک افغانی. بله 7,12,500 10,400 دلار میشه. دوستان به نرخ امروز 7,12,000 و به دلار؟ به دلار 10,400 دلار. 10,400 دلار قیمت هزینه است. اجزایی که دوست دارن میتونن سفارش بدن به زودترین فرصت براتون آماده میکنن و همچنان ارسال هم میکنن و این قسمت یک گلوبند خاص است که معلوم میشه که ساخت ایتالیا است. بله این هم ساخت ایتالیا است. 4,20,000 میشه افغانی. بله. بسیار سبک است دوستان. تو که در ظاهر ببینین شاید بگین چقدر رنگ باشه ولی بسیار هم تو سبک راحت و مستحکم. بله مستحکم است.
و دلار میشه 6130 دلار. تمامش سیت مکمل. بله. دوستای هم از دستبندش است. دوستای عزیز هم سیت بعدی است که عیناً دیزاینش کاری که شده یک چیز می باشه، اما تو مورکاری است، فقط متفاوتش در این قسمت گلکش است که زیباییش بیشتر ساخته و دستبندش هم است، گوشوارایش هم است. نقیب جان وزن ازی چقدر است؟ وزن ازی 77 گرم 120 میلی میشه و قیمت امروز بسیار خوب. طلاش قطری 21 ساخت ایتالیا است 5,86,000 میشه و دلار 8550 دلار. 8550 دلار. دوستای خوب مهربانم رسیدیم تقریبا دیگه به دقایق آخر و در این بخش قسمت که براتون وعده کرده بودم قیمت ترین سیت و بزرگترین سیت براتون معرفی میکنم که ساخت ایتالیا است. شما میتونین ببینین این از دستبندش است و همچنان انگشترش، این هم خود سیت با گوشوارش. سیت های قبلی رو که براتون نشان دادم 2 حلقه موره داشتن یا 3 حلقه داشتن، این نام خدا دیگه حساب است مورش و همچنان براتون قسم نشانش بدم است. یک چیز که کاملا متفاوت، بسیار زیبا و مقبول و پرکار دیگه، بسیار زیباست. وزن ازی چقدر است؟ وزن ازی 229 گرم است، طلاش قطری 21 ساخت ایتالیا می باشه. 222 گرم. بله. ماشاءالله. قیمتش برای ما بگین که قیمتش به نرخ امروز 17,40,000 میشه و دلار هم 25,400 دلار. سیت مکمل. بله سیت مکمل 25,400 دلار. به افغانی 17,40,000. بله. و به دلار 25,400 دلار. 25,400 دلار. عزیزایی که زیاد طلا رو خوش دارن دیگه این سیت تقدیم خودتان است، میتونین که خریداری کنین از زرگری طاهری واقعی گلبار سنتر. بسیار زیاد تشکر میکنم از خود نقیب جان عزیز و زحمت شدین، بسیار زیاد ببخشین. تشکر از صحبت‌های عالیتان در مورد طلا. بسیار زیاد تشکر. بخیر. وطندارای خوب مهربانم، سپاسگزار شما هم هستم. رسیدیم به دقایق آخر برنامه و ناگزیر هستیم که از حضورتان مرخص شویم. این بود برنامه امروز ما در مورد نرخ و نوای طلا و همچنان دیزاین های ایتالیایی و ترکی. امیدوار هستم که مورد نظرتان بوده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. تا برنامه بعد، خداوند نگهدار.